تا همین سال 2024 حدود 164 میلیون کیلومتر جاده توی دنیا ثبت شده که خیلی هاشون به تازگی آسفالت شدن و صافش کردن. اما خب در کنار این جاده های خوشگل، جاده هایی هم هستن که اصلا عبور ازشون راحت نیست و یه تجربه واقعی پر از چالش و خطره. این جاده ها معمولا به ماشین های قوی و راننده های ماهر نیاز دارن چون واقعا خطرناک و سخت گذرن. توی این ویدیو هم میخوایم بریم سراغ یک سری از خفن ترین اونها در دنیا. اما خب قبل از اون یادتون نره که یه لایک خوشگل رو به ویدیو بکوبید و کانال فارسی هاب رو هم سابسکرایب کنید. خب برای مورد اول میریم سراغ جاده اقیانوس اطلس. جاده اقیانوس اطلس توی نروژ و یکی از معروف ترین جاده های خطرناک دنیاست. ولی خب علاوه بر خطرات زیادش یک مسیر خیلی زیبا هم هست که مناظرش رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. معروف ترین قسمت این جاده پل به ناکجا آباد نام داره که خیلی شبیه یه پل پر از پیچ و خم‌های رو به آسمونه. این پل به شدت ترسناکه چون از روی دریا میگذره و وقتی که به نوک اون میرسی واقعا حس می‌کنی که داری سقوط می‌کنی. اما خب این فقط بخشی از داستانه. این جاده درست در کنار دریای نروژ کشیده شده و طوفان‌های شدید میتونن این جاده رو کاملا زیر آب ببرن. موج‌های بلند آب این قابلیت رو دارن که ماشین‌ها رو به زیر دریا ببرن و به قول معروف آش رو با جاش ببرن. با اینکه این جاده خیلی زیبا و دیدنیه، اما خب بهتره وقتی وضعیت هوا بد میشه اصلاً به اینجا نزدیک نشین. این جاده یکی از جاده‌های خطرناک و البته زیبای دنیاست که به هیچ وجه نباید بدون فکر وارد اون شد. جاده دره کوتاهاوسی. این جاده توی پروه و یکی از وحشتناکترین جاده هاست که فقط برای کسایی که شجاعت و توانایی زیادی دارن توصیه میشه. مسیر این جاده بیشترش خاکیه و پر از سنگای بزرگ و کوچیکه. بعضی وقتا هم که دارین توی این جاده رانندگی میکنین یهویی سنگا از کوه به پایین میریزن و عبور از این جاده رو بسیار جذاب‌تر میکنن. فصل بارون هم که میاد شرایط خیلی بدتر میشه و رانش زمین بیشتر از همیشه اتفاق میفته. این جاده در دل دره کوتاهاوسیه که عمقش 2 برابر گرند کنیون آمریکاست. ارتفاع بعضی از قسمت‌های اون به 15000 فوت هم میرسه که تنفس توی این ارتفاع واقعا سخت میشه. پیچ‌های تند و خطرناک این جاده راننده‌ها رو مجبور میکنه که به شدت دقت کنن. اگر هم حواس آدم پرت بشه ممکنه ماشین آدم از ته دره سقوط کنه و با سرعت بری دیدار اوز کریم. جالبه هم که بدونین این جاده فقط مخصوص ماشین‌های چهارچرخ محرکه و راننده‌هایی که تجربه خیلی بالایی دارن توی این جاده رانندگی میکنن. جاده دره تاراکو. این جاده توی تایوان قرار داره و اگرچه طولش فقط 17 کیلومتره اما خب یکی از ترسناکترین جاده های دنیا به حساب میاد. این جاده در دل کوه‌ها تراشیده شده و خیلی از قسمتاش انقدر تنگه که ماشین‌ها به سختی میتونن از کنار هم دیگه رد بشن. خطرات این جاده به پیچ‌های تیز و باریکش محدود نمیشه. ریزش سنگ‌ها، سیلاب‌ها و حتی زمین لرزه‌های گاه و بیگاه هم ممکنه باعث میشه که آدم اصلا نتونه از این جاده رد بشه. طوفان‌های شدید و بارش‌های زیاد هم باعث میشن که جاده خراب بشه و بعضی جاها غیر قابل عبور بشه. حتی بعضی از قسمت‌ها به قدری باریک و خطرناک هستن که اگر راننده تجربه نداشته باشه خیلی راحت ممکنه تصادف کنه. با اینکه این جاده پر از خطره، باز هم گردشگران زیادی هستن که برای دیدن مناظر طبیعی بی‌نظیرش حاضرن جون خودشون رو ریسک کنن. ولی خب باید بدونین که این جاده به هیچ وجه برای همه نیست و فقط راننده‌های ماهر میتونن از اون عبور کنن. بزرگراه کوراکورام. این بزرگراه یکی از مهمترین و طولانی ترین جاده های دنیاست. طول اون حدود 1300 کیلومتر و بین چین و پاکستان کشیده شده. این جاده یه جاده تاریخی هم هست که بخشی از مسیر قدیمی جاده ابریشم بوده و خیلی از تاجران قدیمی از این مسیر عبور می‌کردن. این جاده از رشته کوههای کوراکورام میگذره و ارتفاع بعضی از قسمتاش به 15000 فوت هم میرسه. این ارتفاع باعث میشه که اکسیژن هوا کم بشه و رانندگی توی این شرایط به شدت سخت میشه. غیر از این جاده پر از ریزش سنگ، بهمن و سیلاب و اگر به یکی از اونها هم برخورد کنی ممکنه جونت رو از دست بدی و در بهترین حالت ماشین آدم خراب میشه. این جاده به خاطر شرایط خطرناک و زیبایی‌های بی‌نظیرش یکی از جاده‌های معروف ماجراجویانه توی دنیاست. ولی خب باید بدونید که عبور از این جاده فقط برای کسایی که تجربه رانندگی توی ارتفاعات خیلی بالا و توی شرایط خیلی سخت رو دارن مناسبه.
جاده فریمیدوس. این جاده که در پاکستان قرار داره یک مسیر کوهستانی و خطرناک و شگفت انگیزه که طولش فقط حدود 16 کیلومتره، اما خب خطرات این سفر باعث میشه که این 16 کیلومتر به طولانی ترین 16 کیلومتر زندگیتون تبدیل بشه. جاده فریمیدوس بیشتر از سنگریزه های ناپایدار تشکیل شده و ارتفاع بعضی از قسمت های اون به 8000 فوت هم میرسه و پیچ های باریکی هم داره که اگر با سرعت زیاد ازشون رد بشین ممکنه سفر شما خیلی زود به پایان برسه. اگرچه مناظر دور و بر جاده واقعا زیباست، اما خب نگاه کردن به مناظر باعث میشه آدم حواسش پرت بشه و به خاطر که این جاده گارد ریل نداره ممکنه آدم مستقیم سقوط کنه. این جاده برای کسایی که دل قوی ندارن توصیه نمیشه. جاده فریمیدوس از بزرگراه کروکورام شروع میشه و به روستای تاتو میرسه و جاده انقدر تنگه که برای ادامه سفر باید به پیاده روی ادامه بدی. جاده 99 پیچ به بهشت. همه ما در مورد پله های بهشت شنیدیم، اما خب منتظر باشین تا در مورد جاده 99 پیچ به بهشت بشنوین که در چین قرار داره. جاده 99 پیچ به بهشت یک جاده ترسناکه که در پارک ملی کوه تیامن میپیچه و همونطور که از اسمش پیداست این جاده 99 پیچ مرگبار داره. این جاده که صدها فوت از سطح زمین بالاست، ساختش 8 سال طول کشید و در نهایت در سال 2006 به پایان رسید. این جاده جالب به نحوی ترکیبی از فرهنگ، تاریخ و نوآوری بشریه. باید بدونید که 99 پیچ این جاده اصلا اتفاقی نیستن. این پیچ‌ها نماد 9 قصر بهشت هستن و وقتی که به قله برسین قطعا احساس خواهید کرد که به دنیای خداوندی و موجودات آسمانی صعود کردید. اما خب مهمترین قسمت این جاده دروازه بهشته که یک قوس طبیعی سنگیه که اعتقاد به اینه که اتصال میان خدایان و دنیای انسان‌ها از همینجاست. تونل گوالیان. در گذشته تنها راه رسیدن به روستای چینی گوالیان از طریق مسیر باریک و خطرناکی بود که در دامنه کوههای تاهان کنده شده بود. اگرچه این مسیر مناظر فوق‌العاده‌ای داشت، اما خب طولانی و بسیار دشوار بود و یک گام اشتباه میتونست به مرگ سریع آدم منجر بشه. اهالی محل هم که دیگه خسته شده بودن منتظر کمک دولت نموندن و در سال 1972 گروهی از مردم تصمیم گرفتن که یک تونل در دل کوهها حفر کنن. اونا با خودشون گفتن که چرا باید از دور کوه رفت وقتی که میشه از وسط اون عبور کرد. این گروه کوچک متشکل از 13 نفر بود و از اونجا که در اون زمان مردم گوالیان به ابزارهای مدرن دسترسی نداشتن فقط با دست تونل رو حفر کردن. این تونل حدود 1.2 کیلومتر طول داشت و حدود 5 متر ارتفاع و 4 متر عرض داشت. این تونل شاید بزرگترین تونل دنیا نباشه، اما با توجه به نحوه ساخت اون باید به مردم این منطقه احترام گذاشت که اون رو با دست خالی خودشون حفر کردن. ساخت این تونل 5 سال طول کشید و در این مدت 3 نفرم جون خودشون رو از دست دادن. در نهایت این تونل زندگی مردم روستای گولیان رو تغییر داد و دسترسی به اونها راحت تر شد. امروزه این تونل تبدیل به یک جاذبه توریستی بزرگ شده، اما خب به دلیل نبود گاردریل و چراغ‌ها رانندگان باید با احتیاط اونجا وارد بشن، به ویژه در شب‌ها که یک اشتباه کوچیک واقعا میتونه مرگبار باشه. خب نظر شما راجع به این جاده‌ها چیه و به نظرتون کدومشون از همشون خطرناک‌تر و یا باحال‌تر بودن؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً کوبیدن لایک به ویدیو و سابسکرایب چنل فارسی هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.